Ich bin einfach sprachlos, ich kann einfach nichts sagen. Das war einfach am besten Musik, habe ich hier schon gehört. Wow, das war echt super. واقعا خیلی عالی بودش. من که کیف کردم. اصلا هیچی نمیگه. فارسی زبانان خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الکسی هستم و امیدوارم هر جای این دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز اومدم باز به خونه هاتون به درخواست شما با یک موزیک ویدیوی جدید. امروز اومدم از هنرمند عزیزی به نام اسرائیل فیض‌الدینوف با آهنگ مادر که امیدوارم اسم این هنرمند عزیز رو درست گفته باشم. اگرم درست نگفتم به بزرگی خودتون ببخشید. مرسی بابت همه محبتایی که نسبت به من دارید. مرسی بابت همه انرژی‌های مثبتی که به من میدید. امیدوارم همه این انرژی‌های مثبت برگرده به خودتون. چند تا کامنت محبت انگیز از شما با هم دیگه میبینیم و بعد میریم موزیک ویدیوی اصلی رو ببینیم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. ویدیوها رو اشتراک بذارید که خانوادمون بزرگ و بزرگتر بشه. ممنون از همتون. بدون معطلی بریم با هم دیگه این موزیک ویدیو بسیار زیبا رو ببینیم. برو بریم. قبل از اینکه ویدیو شروع بشه، ویدیو قدیمی هستش، یه خورده کیفیتش پایینه، تقصیر من نیستش. من اولین باره که از این هنرمند عزیز دارم ریاکت میرم و اگر دوست داشتین توی کامنت ها واسه من بنویسید که از این هنرمند اگر که باز هم ریاکت دوست دارید که من برم، اسم آهنگ و لینک هم واسه هم بذارید. و کنجی صندلی بنشست شبها مادری پیرم و کنجی صندلی بنشست شبها مادری پیرم تو شاید جامعی دامادی میدوزی به به زی توی دیده در قدیم اشکنی ارمان ایا مادر ببینی تا به حسنی نو برنگی نوجوانیه برام دستانی لرزانی شرفمندت بمیرم من ایا مادر. به به عجب صدایی، باریکلا چه صدای قشنگی داره. دوستای گلم بهتون گفتم این موزیک ویدیو قدیمی هستش، یه نویزی توش هستش، یه اینجوری هستش، تقصیر من نیستش، ولی من سعی میکنم که نویز رو بگیرم توی ادیتی که دارم میکنم ویدیو رو و نویزه نباشه، چون میدونم که یه خورده اعصاب خورد کنه هستش. ببخشید، معذرت میخوام، ولی تقصیر من نیستش. خیلی عالیه صدا، باریکلا. راجع به مادرم که هستش که دیگه اصلا هیچ نمیگم. برام دستانی لرزانیه شرفمندت بمیرم من ایا مادر. در آن ساعت که دلگیرم کجایی مادری پیرم
در آن ساعت که دلگیرم کجایی مادری پیرم بیا بین مای تدبیرم که در گردابی تقدیرم سرم خواهد نوازش های دستانی تو را امروز در آن ساعت که دلگیرم کجای مادری پیرم. واقعا دلم نمیاد که بخوام استوپش کنم و ریاکت برم. پسر چقدر این آهنگ به دل میشینه، چقدر صداش قشنگه این هنرمند. تا حالا چرا نگفته بودید که از ایشون من ریاکت برم؟ خیلی صداش قشنگه و چقدر محتوای آهنگ قشنگه. دقت کرده باشین حضار همه دارن کیف میکنن تماشاچیا. یا آقایی هم که داشت گریه میکردش، فکر کنم تا آخر ویدیو اشک همه تماشاچی‌ها رو در بیاره. بریم ادامه. برام دستان لرزانیه شرفمندم بمیرم من ایا مادر خدا گفتی بود آیت خواندی بود تعبیرها جستی خدایم هفته یک ماندی وزیری بالینی کودک که شاید تیف و بیباک و دلیر و قهرمان گردد دلی پیغمبران غنجد درون سینه کوچک درون کلبه پستی نظرناگیری پر از دود جهانی را بیخونجاندی ایا مادر ایا مادر میخوام و پردگی بگذشت ایام جوانیت حیاتت با گسیل و پیشواز زندگی تای شد ایا مادر به نزدی آستانم به نزدی آستانم دامانت سایه مرگم تو را خواند بسای عالمی تاریک و ظلمانی ایا مادر مترس از مرگ آخی بی زوالی تو ایا مادر برام دستانی لرزانیه شرفمندت بمیرم من ایا مادر. آقا من محو موزیک شدم، شما هم نباید بگین که آقا ریاکت برو. وای پسر چه صدای طلایی داره، طلا. واو باریکلا چقدر صداش زیباست، چقدر کلماتی که داره استفاده میکنه زیباست. من دیگه هیچ حرفی ندارم. آقا تسلیم. باریکلا. یکی از زیباترین موزیک هایی که شنیدم میتونه این جز از گزینه هاش باشه. اگر بخوام بگیم تاپ 10 مثلا 10 تا برتر که از موزیک هایی که من ریاکت رفتم، من از اینکه 102 تا موزیک از کشور از تاجیکستان و افغانستان ریاکت رفتم که تو پلیلیست هستش، میتونید برید همه رو ببینید. اگر بخوام بگیم تاپ 10 10 تا برتر، اینو میتونم جزو یکی از اون 10 تا بذارم. واقعا عالیه. بریم ادامه. سرودی حسن یزی قدیمی را مخوام مادر دلت را با سرودی اولینی من شاد گردان بکن با گوشه قرصی سفید پاک اشکت را و دنیا آدمی یک بار می آید و پاک
های خود مترس از مرگ آخر بی زواری تو ایاماده برام دستانی لرزانی شرفمنده برام دستانی لرزانی شرفمنده بمیرم من گفتم بهتون، گفتم که اشک حضار رو در میاره. انقدر این موزیک به دل میشینه. آقا من اصلا دلم نمیاد بخوام که استوب کنم بخوام ریاکت برم. اصلا مات و مبهوت این آهنگ شدم. باریکلا، کیف کردم. اصلا این آهنگ میتونه یه آهنگ اینترنشنال بشه، یعنی میتونه در تمام دنیا اگر که یه زیرنویس به انگلیسی بذارین زیرش، دوستانی که میتونن این کار رو انجام بدن، این آهنگ میتونه کاملا ترند بشه، کاملا وایرال بشه توی یوتیوب. خیلی عالیه. مادرم جان مادرم Ich bin einfach sprachlos, ich kann einfach nichts sagen. Das war einfach am besten Musik, habe ich hier schon gehört. Wow, das war echt super. واقعا خیلی عالی بودش. من که کیف کردم. اصلا هیچی نمیتونم بگم. خیلی باحال بودش. بهتون گفتم این آهنگ میتونه ترند بشه، میتونه وایرال بشه توی یوتیوب، به شرطی که دوستانی باشن که بتونن اینو به صورت زیرنویس انگلیسی در بیارن. حتما میتونه یکی از بهترین موزیک های کشور عزیز تاجیکستان باشه. مرسی که تا آخر این ویدیو با من بودید. مرسی بابت این آهنگ زیبایی که من معرفی کردید. همه چی عالی بودش. دمتون گرم. خوب، خوش، سلامت در کنار خانواده‌تون، جیب هاتون پر پول. تا ویدیوی بعد. بدرود.